ما نزدیک 1 سال و نیمه که با این آقا ما رفیقیم. چجوری رفیق شدیم؟ یه روزی رفتیم همینجا پاساژ گالریا هست، پاساژ مال اونجا، از در اومدم بیرون دیدم یکی اومده جلو خیلی با شخصیت، اینا گفت داداش قیافه من نمیخوره که محتاج باشم. بعد گفتم بفرمایید داداش ایرانی این دیگه؟ گفت بله. گفتم قضیه چیه؟ گفت آقا من اومدم اینجا از کالیفرنیا برای کار، ولی صاحب کار قولی که به من داد عمل نکرد و بعد منو بعد 2-3 روز گفتن آقا ما میخوایم اینجا رو ببندیم، منو بیرون کردن، من الان نمیدونم چیکار بکنم. بهش گفتم داداش حرفه‌ای بلدی؟ گفتم گرین کارت چیزی داری؟ گفت آره داداش لاتاری برنده شدم، گرین کارت دارم. گفتم کار چی بلدی؟ گفت ماشین میتونم بشورم. گفتم باشه آقا بیا. خلاصه دیگه بعد 2 ماه دیدم این رفیق ما برگشت گفت آقا اینو بعد اونجا در بیار بذار یه جای دیگه. خلاصه تیکه تیکه اومد بالا شد شریک ما. الان هم بغل من نشسته، این شما و این اون آقای کارتون خواب قدیمی.